مرد فقیر یه مرد پولدار رو دید که زندگی خیلی راحتی داشت، در حالی که خودش شب و روز کار میکرد و بازم به زور پول در می آورد. رو به خدا کرد و گفت این انصاف نیست. خدا ازش پرسید از نظر تو انصاف چیه؟ مرد فقیر گفت اون مرد پولدار رو دقیقاً مثل من فقیر کن. یه کار رو به هر دومون بده. اگه بازم تونست پولدار بشه دیگه هیچ وقت شکایت نمی کنم. خدا گفت قبوله. همون لحظه خدا مرد پولدار رو فقیر کرد، درست مثل اون یکی. به هر دوتاشون یک باغ پر از میوه داد. قانون ساده بود. 1 ماه وقت داشتن هر چقدر میتونن میوه بچینن و بفروشن. کار شروع شد. مرد فقیر به کار سخت عادت داشت. چیدن میوه سخت بود، ولی بلد بود چطور انجامش بده. خیلی زود یه سبد رو پر کرد. برد بازار، فروخت و با پولش یه غذای حسابی برای زن و بچه‌ش گرفت. اما مرد پولدار هیچ وقت همچین کاری نکرده بود. چند دقیقه میوه چید و بعدش مجبور شد استراحت کنه. عرق از سر و صورتش سرازیر شد. چند ساعت بعد به زور یه سبد رو پر کرد و برد بازار، فروخت. با پولش فقط چند تا نون خرید و بقیه پولش رو نگه داشت. صبح روز بعد مرد فقیر بیدار شد و دوباره رفت سراغ چیدن میوه. اما مرد پولدار رفت یکم گشت و با 2 تا کارگر برگشت. اونا سبدها رو گرفتن و شروع کردن به چیدن میوه ها. مرد پولدار هم کنار ایستاده بود و فقط مدیریت میکرد. تو همون نصف روز 10 تا سبد میوه جمع شد. مرد پولدار همه رو فروخت. دستمزد اون 2 تا رو داد و با پولی که موند 4 نفر دیگر رو هم استخدام کرد. 1 ماه گذشت. مرد فقیر فقط تونست یه گوشه کوچیکی از باغش رو برداشت کنه. هرچی در می آورد خرج غذا می کرد. هیچی براش نمی موند. اما مرد پولدار با یه تیم کامل کل باغ رو برداشت کرده بود و یه عالمه پول جمع کرد. باهاش توی کسب و کار جدید سرمایه گذاری کرد و خیلی زود دوباره ثروتمند شد. این بار مرد فقیر همه چیز رو دید و دیگه هیچ شکایتی نداشت. این داستان فرق ذهنیت پولدار و فقیر رو نشون میده و برای همینه که پولدارها پولدارتر میشن. فرقشون توی طرز فکره. پول ممکنه از بین بره، ولی مهارت پول ساختن تا آخر عمر میمونه. بهش فکر کن. اگه هر روز فوتبال بازی کنی توش حرفه‌ای میشی. اگه هر روز بری باشگاه قوی‌تر میشی. حالا اگه هر روز یاد بگیری چطور پول در بیاری، میلیاردر میشی. برای همینه که باید درباره پول و بیزنس یاد بگیری. مخصوصاً از رابرت کیوساکی که قبلاً این مسیر رو رفته.